داوودی پژمان یکی از برندگان آزمون امساله ستاره افغان که به تاجیکستان آمده است میگوید از محبت زیاد به او در کشور بسیار هیجان زده شده است. داوودی پژمان در آزمون استعدادهای افغانستان ترانه‌های استاد رودکی و رومی را اجرا کرد و از طرف مردم بهای بلند گرفت. او در صحبت با رادیو آزادی روز 22 اپریل گفت: تاجیکستان درست است که از لحاظ کشورداری جدا شد، ولی تاجیکستان ولی به من یک سرزمین اجدادی است و آرزو این بود که روزی باید بیام تاجیکستان و خوشبختانه امروز او روز فرا رسید و ما یک بار آمدم تا با مردم تاجیکستان یک ببینم، یعنی مردم خودم که ما هم تاجیک زبان هستیم، یک بار از نزدیک ببینیم، یک بار با وجودی که فرهنگ مشترک داریم، مذهب مشترک داریم، هم مشترکات بسیار زیادی داریم، ولی سالهایی بود که با هم ارتباط نداشتیم، ولی امروز این فرصت مهیا شده و آمدن من برای همین بود که یک بار بیام از اینجا از نزدیک با کسایی که هم نوای مستننی در عرصه موسیقی کار میکنن با اونها یک شناختی پیدا بکنم. چی از نظرتون به اصلا جریان برنامه و نتیجه گیری از این آزمون ستاره افغان؟ آزمون ستاره افغان یک آزمون خیلی خوب بود برای معرفی کردن استعدادهای نهفته در کوپایه ها در دیار دور افغانستان. یعنی من خودم شخصا راضی هستم از اینکه در این پروسه اشتراک کردم و اگر من اشتراک نمی کردم، اگر همین برنامه نمی بود، من از این نقطه دوردست بدخشان کوهی مرا کس نمیشناخت و بالاخره همین زمین اساس شد تا که من اندکترین توانایی که در وجودم بود را به مردم شناسا کردم و مردم مرا از این طریق شناختن و امروز با شما پای صحبت شما هستم که این بسیار نقطه مثبت بسیار خوبی است برنامه. و در ضمن این برنامه بعد از اینکه به مرحله 12 می رسید، برنامه تجارتی می شد و هر کس پول بیشتری می داشت و موفق تر می شد که ما تا مرحله 4 رسیدیم که همش حمایه همه مردم بود که مرا حمایت کردن، چی از خارج چی از داخل، یعنی حمایه عمومی ما داشتم و پول شخصی نداشتم، ما باید این مصرف میکردم و تا همین مرحله که من پیش رفتم با حمایه همین مردم که مرا قبول کردن همینا، ما در برنامه پیش رفتم. گفتگوی کامل با داوودی پژمان با اخباری تازه دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.